چند تا از بچه‌های نوجوان وارد یک غاری میشن. توی اون غار اتفاقات عجیبی میافته. اما عجیب‌تر این که اونجا زمان برای اون بچه‌ها 1 ثانیه میگذره. اما در بیرون چندین سال. با هم بریم ببینیم در ادامه فیلم تایم ترپ چه اتفاقی میفته. پروفسور هاپر یه باستانشناس استاد دانشگاهی که دنبال یه خانواده‌ای که تو سال 1970 گم شدن. اون ماشین و یه سری از وسایلشون رو پیدا کرده، ولی هنوز نمیدونه چه اتفاقی برای اونا افتاده. هاپر ورودی یه غار رو پیدا میکنه که متوجه میشه این غار عمیق یه ورودی دیگه هم تو دل کوه داره. حالا انگار داره برای پیدا کردن اون خانواده مفقود شده یه سری سرنخ پیدا میکنه. تو چند متری ورودی این غار یه کابوی وایساده که یه اسلحه هم داره، ولی اصلا تکون نمیخوره و هیچ حرکتی از خودش نشون نمیده. هاپر برمیگرده به سمت خونه که تجهیزات کوهنوردیشو برداره و وارد اون غار بشه. وقتی میرسه به خونه میبینه که 2 تا دانشجوش به اسم جکی و تیلور اونجا نشستن. وقتی از این موضوع با خبر میشن میخوان که همراهش بیان. هاپر به شدت باهاشون مخالفت میکنه و میگه این یکی خودم باید برم. میگه من خیلی شانس بیارم اون خانواده مفقود شده رو پیدا کنم، یا اگه اون چیزی که دنبالشون بودن رو پیدا کنم. هاپر از ورودی فرعی غار برای اطمینان یه طناب میندازه و میره که خودش از ورودی اصلی وارد اون بشه. جالب اینجاست که سگش به شدت نگرانشه و اصلا باش همراهی نمیکنه. هاپر وارد اون غار میشه و میبینه اون کابوی از دیروز به همون شکل همونجا وایساده و اصلا تکون نخورده. میره جلوتر که احساس میکنه یه دیواری از رطوبت و تغییر دما جلوشه، ولی هاپر واردش میشه. 2 روز از این ماجرا میگذره. جکی و تیلور از اینکه استادشون هاپر خبری ازشون نشده نگرانن. اونا به دوستشون کارا زنگ میزنن و میگن ماشین باباتو قرض بگیر که باید بریم دنبال استاد بگردیم. کارا خواهر کوچیکش ویز و دوست ویز به اسم فوربیر هم باید همراه خودشون ببرن، چون اونا نمیتونستن توی خونه تنها بمونن. تیلور واسهشون توضیح میده که اون خانواده مفقود شده که هاپر دنبالشونه دنبال آب زندگانی بودن، آبی که با نوشیدنش جوونی تو به دست میگیره. اونا میرسن به اون ونی که هاپر پیداش کرده. یه عکس از توش پیدا میکنن که پشتش نوشته خانواده هاپر و متوجه میشن که هاپر در اصل داره دنبال والدین گم شدهش میگرده. اونا روی زمین یه طناب پیدا میکنن و دنبالش میکنن که میرسه به ورودی غار. میبینن که طناب به عمق زمین رفته و این یعنی یکی از این طناب پایین رفته ولی نتونسته بالا بیاد. طناب خیلی قدیمی و پوسیده است و مال هاپر هم نمیتونه باشه. به نظرتون دلیل پاره شدن این طناب چیه؟ اگه متوجه شدین توی کامنت ها بهم بگین. اگه هم که نه در ادامه همراه هم باشین. اونا طناب خودشون رو بر میدارن و به فوربی برای اطمینان یه بیسیم میدن که همونجا بمونه. اونا مثل هاپر دقیقاً به یه دیواری از رطوبت میرسن که انگار یه مرزی رو مشخص کرده. انگار هوای اون طرف غار با این طرف فرق میکنه. از اون طرف وقتی هاپر از اون دیوار رد میشه، اون مرد کابوی کم کم به حرکت در میاد و میره، ولی هاپر متوجه نور بیرون غار میشه که واسش عجیبه. با این صدا هاپر وحشت میکنه و میزنه بیرون. میبینه که هوا کاملا تاریک شده و سگش نیست. تو همین چند دقیقه طبیعت رشد عجیبی داشته. میبینه که ماشینش روشن نمیشه و همه چی کهنه‌تر شده و گیاها کل ماشین رو پوشش دادن. اون یه ماشین دیگه هم اونجا پیدا میکنه که با دیدن این کوله توی ماشین متوجه میشه که این ماشین بچه هاست. ولی چطور ممکنه؟ اون از یکی از ورودی‌های غار وارد میشه که دنبال بچه‌ها بگرده. از این طرف هم بچه‌ها رسیدن به کف اون غار که اونا هم دقیقاً همون فریاد و جیغو میشنون و میترسن و میخوان از طناب برن بالا که یهو طناب پاره میشه و جکی میفته روی تیلور
مچ دست تیلور و پای جکی آسیب میبینیم. اونا فکر میکنن که کار فوربیه و داره باهاشون شوخی میکنه. به فوربی بیسیم میزنن و میبینن که از توی غار داره صدای بیسیمشون به خودشون برمیگرده که یکی جواب میده، میگه من فوربیم، کمکم کنید. دنبال صدای بیسیم میرن که ببینن از کجا داره میاد. کارا میبینه یه طناب پاره اونجاست و جنازه فوربی بیچارم اونجا افتاده. اونا فکر میکنن یکی داره طناباشون رو پاره میکنه. واسه اینکه بفهمن چه اتفاقی افتاده فیلم دوربین فوربی رو چک میکنن. بچه‌ها که فقط نیم ساعت اومدن این پایین، ولی توی دوربین فوربی میبینن که هوا کاملا تاریک شده و اون چندین روز منتظرشون بوده که توی این مدت از توی دفترچه یادداشتی که توی اون ون بوده فوربی متوجه میشه که اون خانواده مفقود شده هاپر به خاطر شفای مریضی دخترشون و استفاده از آب زندگانی به اینجا اومدن که بالاخره فوربی بعد از چند روز منتظر بودن خسته میشه و نگران میشه و تصمیم میگیره از اون طناب بیاد پایین و دنبالشون بگرده که این اتفاق براش میفته. اونا ناراحت میشن و فیلمو قطع میکنن. کارا که دست و پاش سالمه تصمیم میگیره بدون طناب بره بالا. یه دوربین به خودش وصل میکنه و از اون غار میاد بالا. وقتی به سطح زمین میرسه میبینی که همه جا بیابونه، همه جا خشکه و حتی نفس کشیدن به شدت سخت شده. هیچ سیگنالی هم برای کمک فرستادن وجود نداره که یهو چشش میفته به سفینه فضایی. میترسه و بلافاصله برمیگرده توی غار. کارا براشون تعریف میکنه که اون بالا چه خبر، ولی اونا به کارا میگن تو فقط 2 ثانیه رفتی. اون وقت داری این همه داستان تعریف میکنی، اگه نمیخوای بری بالا بگو. فیلم دوربینو به اونا نشون میده که بهشون ثابت کنه که چند دقیقه اون بالا بوده. اونا متوجه میشن که گذر زمان بیرون غار به شدت با توی غار فرق میکنه و هر بار که آسمون اینجوری تاریک و روشن میشه 1 روز میگذره. اونا ادامه فیلم دوربین فوربی رو نگاه میکنن و متوجه میشن که خودش بوده که جواب بیسیمو داده، ولی یه نفر اومده و اونو کشته. وینز و جکی یه بار دیگه فیلمو مرور میکنن و متوجه میشن اون خط زرد مسیر حرکت خورشیده که هر وقت واسه نور این اتفاق میفته در اصل 1 سال زمان میگذره که یه دفعه یه غارنشین میاد و با این آدم فضایی درگیر میشه. بچه‌ها دستش فرار میکنن و میان یه نقطه دیگه از غار. اونا جنازه خانواده هاپر رو پیدا میکنن که به زمان بیرون سطح غار در اصل اونا 40 ساله که ناپدید شدن، ولی تغییری توی ظاهرشون دیده نمیشه. 3 تا غارنشین بالا سر اون جنازه مرد کابوی که هاپر همون اول فیلم دیده بودش نشستن. تیلور میاد و با اونا درگیر میشه. متاسفانه تو این درگیری تیلور کشته میشه. آدم فضایی از راه میرسه و با اون صفحه نمایشی که رو دستشه نشون میده که زمانی که باید تو این غار بمونه چقدره. یه مقدار از آب اونجا رو بر میداره، داره میره که تصمیم میگیره به تیلور کمک کنه. اون جنازه تیلور رو میندازه توی حوضچه آب که یه غارنشینا پیداشون میشه و باهاش درگیر میشن. تیلور زنده میشه و متوجه میشن که این همون آب زندگانیه. کارا به آدم فضایی کمک میکنه که از پس اون غارنشینا بر بیاد. از این طرف هم نوری که داخل غار میتابید یهو ثابت میشه. اونا زبون همدیگه رو متوجه نمیشن، ولی اون آدم فضایی با همون صفحه نمایشی که داره اتفاقاتی که توی رسانه ها بعد از مفقود شدن بچه‌ها توی غار افتاده بود بهشون نشون میده. اونا متوجه میشن که طی این چندین سال دانشمندا به تکنولوژی‌های دست پیدا کردن و تمام انسان‌ها رو از روی زمین به مریخ بردن، چون دیگه زمین برای سکونت مناسب نبوده. ولی واسه اونا فقط چند ساعت بوده. اون آدم فضایی زمانی براش نمونده و میمیره. تیلور یهو چشش میفته به کوله پشتی هاپر. اون متوجه میشه که هاپر اینجا بوده. میگه باید بریم و پیداش کنیم، چون اون تنها کسیه که میدونه الان باید چیکار کنیم. تفنگ اون کاوبویو بر میداره و تنهایی میره دنبال هاپر بگرده. تیلور اونو دقیقاً پشت یک دیوار مرزی زمانی دیگه پیدا میکنه که متوجه میشه
آدمای غارنشین خواهر کوچولوی هاپر رو از اون بر دیوار مرزی زمانی ردش کردن. هر لایه از این غار سرعت متفاوتی داره و متوجه میشه که اگه از این دیوار زمانی رد بشه درگیر اون جنگی که بین اون افراد پشت دیوار هست میشه و امکان داره که کشته بشه. جنازه فوربی رو برمیدارن میندازن تو حوضچه آب زندگانی که زنده بشه و هاپر که زخمی شده نمیتونه با اونا برگرده. اینجا میمونه که جلوی اون آدمای غارنشین رو بگیره و واسه اونا زمان بخره. نردبون پیشرفته اون آدم فضایی رو باز میکنه و ازش میرن بالا. کارا میبینه که کل اون دریچه رو آب گرفته. یه موجود عجیب غریب اونو با خودش میکشه بالا. دقیقا همون لحظه یکی از اون غارنشینا دکمه جمع شدن اون نردبون رو میزنه. همشون در حال سقوط کردن از ارتفاع و یهو کارا که از نظر زمانی برای ما فقط چند ثانیه رفته یهو با این سر و وضع و لباس برمیگرده و اونا رو بین زمین و آسمون به وسیله چند تا تناب پیشرفته میگیره و میکشه بالا. اونا به وسیله همون تنابای پیشرفته فوربی و هاپر رو میکشن بالا. اونا توی آب زندگانی زنده میشن و متوجه میشن که توی سفینه و دارن زمین رو به سمت مریخ ترک میکنن. و جالبتر از این که خانواده هاپر هم به زندگی برگشتن. حتی اون خواهر کوچولوشو از پشت دیوار زمانی کشیدن بیرون. حالا اونا همگی با همدیگه دارن به سمت مریخ میرن. اگه از این سبک فیلم خوشتون میاد بهتون پیشنهاد میکنم که یکی از این دوتا فیلم رو انتخاب کنید.